وقتی که من در سال دوم تحصیلی دانشگاه آموزگاری تحصیل میکردم، یک تا نیم تا شعرکم چاپ میشد در روزنامه دانشگاه، پداگوگ جوان نام داشت، چاپ میشد. استاد باقر رحیم‌زاده برای آن که همه ادیبای جوان کشف کنن، جان بیارن، این از تمام جریده های همون اون وقتا میخوندن، روزنامه، مجله ها، حتی جریده های همین دانشگاه های میخوندن، کارخانه های میخوندن، تا روزنامه های دیواری مکتب های میخوندن تا که یک استعداد یابن. و بار من در سال دوم تحصیل منو به نزد رئیس فاکولته دعوت کردن. من با ترس و هراس اومدم که چی باشد. اومدم گفتن که شما به اتفاق نویسنده ها دعوت کردم، استاد باقر رحیم‌زاده میخوام با شما واخورم. میدونید برای من این یک چیزی باور نکردنی بود که من گجای اتفاق نویسنده ها گجای استاد باقر رحیم‌زاده گجای. ببینید من ترسان لرزان اومدم به اتفاق نویسنده ها و استاد باقر رحیم‌زاده با یک مهربانی، با یک دل گرم من پذیرفتند. و از همه عجیبش برای من دانشجو اون وقت این بود که گفتن که شما یک از همین مصاحب ما خبر گیرید و در بوغالتری اتفاق نویسنده ها برای من دانشجوی ایجادکار جوان مبلغ جدا شده بود. انا همین خیلی کمک ها و دستگیری ها میکردن. استاد باقر رحیم‌زاده هنوز از سالهای دانشجویی استعدادهای یافته جمع میکردن و ما اگر بعد به درگاه اتفاق نویسنده ها راه یافته باشیم، انا همین دستگیری و مدد های استاد باقر رحیم‌زاده بود. وقتی که دانشگاه ختم کردیم، استاد صاحب تبرک میخواد که من اسپیرانتور خوانم و استتیکا در زیبایی شناسی یک متخصص تیار کنن. بعد معلم پرسوزاده گفتن که این کس به نرسید، به خاطر اون که بسیار استعداد خوب دارد، شاعر شاید بهتر است. و عالم شدن، شاعر خوب گفت همش عالم است. در تاریخ ما همین خیلی هست تجربه. پایه تدوین زیر باید کرد که در مسالک فکرت نه برتر از آنی. راستی امروز آنچنان سخن درباره استاد باید گفتم میخواهم که همچون نیکی که آن کس در حق من گفتند عرض و طول ندارد. یک عمر 1000 ساله باید تا من یکی از 1000 گویم. بیت مولانا یاد می آید که دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. استاد عزیز، من میخوام گویم که دردانه نشده باشم هم با سعی و خودکاهی شما از خاک بیرون رستم. به حکم نهاله، به حکم مهگیاهی، به حکم یگان سبزه که حقیره، به هر حال از خاک رستم. و بسیار سپاس و شکرگزاری من همتا نخواهد داشت. یک وقت درباره استاد شعری که گفته بودم و آن را نام نهاده بودم شاعر خدا. استاد چون خواندند آن را نپذیرفتند و گفتند که تو شعری خوب نویس، آن بیشتر به دل من نزدیک خواهد بود. و امروز من یاد میارم که استاد به من یک وقت کتاب دیوان کبیر را داده بودند. من کتاب را بازگرداندم ولی مولانا با من ماند و یک دعای از مولانا که استاد بسیار دوست می دارند: یا رب دل بازش ده، 100 عمری درازش ده، فخرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را. عکس دارم از پدرم و بنده که قریب 1 ساله بودم در بغل او هستم و به دست من هم کتابی داده است که سخت گرفتم. از همون آوان کتاب رو دیگر از دست نگذاشتم. و دو شاگرد بزرگ استاد لایق یک مکتب شدن. فرزانه آذرخش یک مکتب بسیار بزرگ شدن که امروز ما تاجیک‌ها از اینا افتخار داریم.